به نام خدا با سلام. خب رسیدیم به حل تمرینات کتاب درسی و راهنمای معلم درس اول فصل سوم در مورد فضای آرسه. 4 نقطه تو دستگاه مختصات. اولین تمرین از کتاب درسیه. مشخص کرده دستگاه مختصات 3 بعدی A, B, C, D دارید میبینید. گفته معادلات مشخص کننده سطح محدود شده به 4 ضلعی A, B, C, D را بنویسید. اول نگاه کنید ضابطه هر سه تا چیزی که توشون مشترکه اینه که زد هر 4 تا نقطه 3 هست. زد هر یعنی مؤلفه سوم و هر 4 تا نقطه 3 هست. اینا انگار مثلا میگم کنج اتاقتون رو بگیرید مبدأ مختصات و اون ارتفاع رو بگیرید زد انگار رو سقف خونه قرار دارن. خب این 4 تا رو داریم میبینیم. حالا آقا چجور معادلات اینو بنویسی؟ این تیپ سوال به نظر من واقعا به درد دانشگاهی میخوره. یه ما بحثی داریم برای انتگرال های دوگانه سگانه، در اصل 3 تا ناحیه منتظم داریم، اونجا اینا رو معمولا بحث میکنیم. میخواد یه ذهنیتی به شما بده. نگاه کن، تصویر سینوس دفعه x و y میگیریم سپرین، تصویر a رو میگیریم آپرین، تصویر ب رو میگیریم بپرین، تصویر د رو هم در اصل که اومده حالا اون ورتر قرار گرفته میگیریم دپرین. ما اول اینها رو میخوایم رسم کنیم. الان آپرین نگاه کنید انگار 2 و 1 چون یکی دیگه مؤلفه سومش 0 شده. 2 و 1 رو پیدا کنید. آپرین 2 و 1 این نقطه است. این نقطه آپرین ماست. یا زد هم بخوایم برش بذاریم باید 0 بذاریم. رو صفحه x و y ما اومدیم دیگه اینا داریم رسم. بپرین هم پیدا کنید. بپرین نگاه کنید منفی 1 و 1 منفی 1 و 1 اینجا بپرینه. xش منفی 1 ایگرگش 1. یه ایرادی هم داره بعد بگه a به d 3. حالا دپرین رو پیدا کنید. منفی 3 و منفی 1 این نقطه اینم دپرینه که منفی 3 و منفی 1 و سپرینم 2 و منفی 1 اینجاست. xش 2 ایگرگش منفی 1. 4 ضلعی رو حالا تشکیل میدیم. A B D 3. بیایم معادله مرزاشو مشخص کنیم. خب این مرز ما داریم میبینیم دیگه y مساوی با 1 اینم y مساوی منفی 1. پس زدمون که 3 بود. مرز y اونم مشخص شد بین منفی 1 و مثبت 1. اما این دوتا اینجا x مساوی با 2 اما اینجا یه خط مایله. معادله‌شو به دست بیارید. نگاه کنید شیبش 1 عرض از مبدأش چون به x 1 اضافه می‌کنه y هم 1 داره اضافه میشه. باز 1 میره جلو y هم 1 میره جلو. شیبش 1 عرض از مبدأش هم 2 دیگه. محور y رو ادامه بدین رو میاد تو 2 قطع میکنه. پس این y هست x به اضافه 2 ولی ما محدوده x رو میخوایم. x این ورش 2 انتهاش 2 ابتداش چنده؟ این 2 بره اون ور x ما میشه y منهای 2. پس یعنی x مون ما بین y منهای 2 هست تا 2. این الان دقیقاً این 4 ضلعی A B D C را البته ما بهتره بگیم. محدودش رو معادلات مشخص کنندش رو نوشتیم. میگه معادلات یکی از سطوحی که با این هم مساحت و موازی باشند را بنویسید. خب موازی باشه یعنی این زده رو مثلا بذار 0. انگار زده رو ما بذاریم چند؟ 0. بقیهش رو همون بنویسیم. یعنی همین انگار آپرین بپرین دپرین سپرین رو بنویسیم. یعنی زد رو مثلا میذاریم 0 یا بذار 1 یا بذار من
3 دیگه نذار، زد و یه عدد دیگه ای بذار، چون زد مساویه با 0 خود صفحه ایکس و وای و زد مساویه هر مقدار دیگه موازی این صفحه است. ایگرگ بین منفی 1 و مثبت 1 و ایکس بین وای منهای 2 و 2. این از اولین تمرین. اصطلاحاً این ناحیه تو حالا میگن ایکس منتظم موازی محور ایکس خطی بکشید نسبت به اون منتظمه، ایگرگ منتظم نیست، من اینکه دو تیکش کنیم. حالا ما با این بحثا کاری نداریم. تمرین 2 باز از کتاب درسی. این گفته نقاط را در یک دستگاه مختصات نشان دهید. خب اینا سعی میکنیم نشون بدیم. گفتی اول میریم سراغ معرفه اول، 2 تا مؤلفه اول، بعد موازی میریم بالا. نکنیم پیمون ایکسش 1 ایگرگش 0، اینو موازی برو بالا، اینجا میشه مثلا پی تا روبروی این بیه. کیومون ایکسش 0 ایگرگش منفی 1، بعد زدش منهای 2، یعنی از اینجا باز موازی، حالا 2 تا بیا پایین مثلا تو نو. اینجا مثلا کیومونه. پس اینجا پی شد، اینجا کیو شد. حالا آرمون 3 و 0، ایکسمون 3، اینجا 0، از این یکی بیا پایین، موازی زد یکی بیا پایین. فرض کنید اینجا هم مثلا تقریبا آرمونه. و اسمون ایکسش منهای 2، ایگرگش هم منهای 2، و زدش هم منهای 2. از این با موازی زد بیا پایین، مثلا تقریبا الان از اینجا مثلا چون یه جوری نگاه کن منهای 2 منهای 2 میشه این نقطه. حالا 2 تا هم بیا پایین، یه جور انگار پشت مبدأ مختصات دیده بشه و اینا، یه همچین چیزی راحت نمیشه اونو تو 2 بعد این 3 بعدی رو نشون داد. موازی این انگار اومد این پایین، در اصل انگار میفته رو خود مبدأ مختصات یه جورایی بخوایم دقیق نشونش بدیم. خب حالا تقریبا ما گفتیم مثلا رو نباشه. میگم این شکل متاسفانه نمیشه راحت اینا رو به این شکل نشون، ولی اصولش اینه. این 2 تا رو پیدا کن، بعد موازی محور زد بیا بالا و پایین دیگه ببین زدشن. حالا طول پاره خط های پی کیو، آر کیو و پی اس رو به دست بیارید. خب بیایم طول پاره خط پی کیو. پی و کیو تفاضل ایکس هاشون به توان 2، 1 منهای 0 به توان 2 به اضافه تفاضل ایگرگ هاشو به توان 0 منهای 1، یعنی 0 به اضافه 1 به توان، تفاضل زداشون 1 منهای 2، یعنی 1 به اضافه 2 به توان 2. ازش جذر میگیریم. 9 1 1 میشه رادیکالی هست. حالا آر کیو، آر و کیو، از آر شروع میکنم، 3 منهای 0 به توان 2، 0 به اضافه 1 به توان 2 و منفی 1 به اضافه 2 به توان 2. باز 9 1 باز 1 میشه این هم رادیکالی هست. پس یعنی آر پی کیو یه مثلث انگار متساوی الساقین هست، چون پی کیو و آر کیو این 2 تا با هم برابر، هرچند تو شکل ممکنه قشنگ دیده نشه. حالا پی اس رو هم حساب کنیم. از پی شروع میکنم، 1 منهای 2، یعنی 1 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 0 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 1 به اضافه 2 به توان 2. خب 9
4 9 2 9 تا 18 با 4 22 رادیکال 22 میشه. رادیکال 2 برابر این هاست، چون از رادیکال این 2 تا 11 تاست دیگه، یه رادیکال 2 میتونی فاکتور بگیری. خب این طولا به دست اومد، همون چیزی که شما تو حسابان 11 هم خونده بودید، حالا یه مؤلفه زدی بهش اضافه شده. این قسمت اومده گفته M وسط PQ باشه، مختصات PQ رو دارید میبینید. N هم وسط RS باشه، فاصله این دوتا. اول مختصات M رو به دست بیاریم. M وسط P و Q، یعنی از P و Q میانگین بگی 1 با 0 جمع کن تقسیم بر 2. ایگرگش هم 0 رو با منهای 1 جمع کن تقسیم بر 2. زدش هم 1 رو با منهای 2 جمع کن تقسیم بر 2. اممون میشه 1/2 و منفی 1/2 و منفی 1/2. این بهش. اما انمون n وسط RS، یعنی 3 رو با منهای 2 جمع کن تقسیم بر 2، بعد 0 رو با منهای 2 جمع کن تقسیم بر 2، بعد منفی 1 رو با منهای 2 جمع کن تقسیم بر 2. یعنی انمون میشه خب 1/2 منفی 1 و منفی 3/2. اما m به دست همون فرمولایی که باز حسابان 11 هم خونده بودیم، این بار یه مؤلفه z اضافه شد. فاصله این دوتا نقطه یعنی m n رو میخواد. خب فاصله این دو نقطه نه، از مبدأ مختصات رو میخواد، یعنی OM و ON. OM رو یه بار حساب میکنی، یه بارم ON رو حساب میکنی. نگاه تک تک این مؤلفاتشون رو به تمام دو برد، چون منهای 0 میشه دیگه، میشه 1/4 1/4 1/4 میشه رادیکال 3/4 میشه رادیکال 3/2. این OM فاصله این دو نقطه از مبدأ مختصات را بیار. اما ON این میشه 1/4 1 اونم 9/4. خب جمع این دوتا میشه 10/4، یعنی 5/2 با 2/2 میشه 5 داره دیگه، 5/2 با 2/2 میشه 7/2 رادیکال 7/2 که حالا بخواین در یه رادیکال 2 ضرب کنی، حالت گویاش کنید، میشه به این شکل نوشت. این میشه 2، اون میشه رادیکال 14. به این شکل هم میشه گویاش کرد. خب بریم قسمت ت. مختصات بردارهای PQ و RQ و PS را بیابید. خب PQ، بردار PQ گفتیم انتها منهای ابتداست. Q مون مختصاتش چی بود؟ Q مون بود 0 منفی 1 منهای 2. Q مون 0 منفی 1 منهای 2. P مون هم بود 1 0 1. خب این انجام بدید. 0 منهای 1 منفی 1 منفی 1 منهای 0 باز منفی 1 منهای 2 منهای 1 میشه منفی 3. حالا میتونید اینو با آی جی و کا هم نشون بدید. منهای آی منهای جی منهای 3 کا. معمولا این 3 تا کافی. حالا آرکیو هم انتهاش کیو دیگه، منهای ابتداش که آره. خب کیو که بود 0 منفی 1 منهای 2 منهای آر.
آر بود 3 صفر منفی 1. آ رو ببینید 3 صفر منفی 1. خب این منها رو خیلی راحت انجام بدید. میشه 0 منهای 3 منفی 3 منهای 1 منهای 0 و منهای 2 منهای 1 باز میشه منفی 1. این میشه منهای انگار 3 آیه. تا همینجا کافی بوده. حالا من میخوام شکلهای مختلف نمایش بردارم تمرین کنیم. منهای جی منهای کی. اما پی اس این میشه اس منهای پی. اسمون که یادتون هست که همش منفی 2 بود. پی مونم اینجا نوشتیم دیگه 1 0 1. خب انجامش منهای 2 منهای 1 میشه منفی 3 منهای 2 منهای 0 منفی 2 باز منهای 2 منهای 1 میشه منفی 3. تمام. حالا خواستید میتونید به این شکل هم نمایشش بدید. منهای 3 آیه منهای 2 جیه منهای 3 کی. خب اما سومی از کتاب درسی، این در هر کدام از حالات زیر بردار خاصه شده و طول هر سه بردار را بیابید. خب الان آر رو داده 3، گفته آر آ منهای بی. آر آ منهای بی را خواسته. جایگذاری کنید. آرتون چنده 3، آتون چنده منفی 1 سوم 0 2، بیتون چنده رادیکال 2 1 1. خب این منهای 3 بیا ضرب بشه در ببخشید 3 بیا ضرب بشه در اینا میشه منفی 1 0 6 منهای رادیکال 2 1 1. اولیش میشه منفی 1 منهای رادیکال 2، بعدیش میشه منفی 1، بعدیش 6 منهای 1 هم میشه 5. این آر آ منهای بی. اما اندازه این بردارها رو به دست بیاریم. اندازه بردار آ تک تک مؤلفاتش رو به توان 2 بنویسیم. این 1 نهم 0 4. خب میشه رادیکال 4 نقطه 36 تا با 1 37 نهم، یعنی رادیکال 37 0. این از آ. اندازه بردار بی تک تک مؤلفات به توان 2 برسه. این به توان 2 که 2 1 میشه رادیکال 4 که میشه 2. تمام شد. اما اندازه این بردار یعنی 3 آی منهای بی میشه رادیکاله. این به توان 2 منفی 1 منهای رادیکال 2 به توان 2. اونم که 1 اینم که 25. خب نکنید این به توان 2 میشه 2، این به توان 2 هم میشه 1. 2 و 1 میشه 3. اینجا هم که 26 داریم 3 و 26 میشه 29. 2 برابر اولی در دومی میشه 2 رادیکال 2. مثبت هم میشه. چرا؟ چون جفتش منفی هم منفی در منفی مثبت. 29 به اضافه 2 رادیکال 2. بیایم بعدی رو انجام بدیم. آ رو نگاه کنید به این شکل داده. آمون رو زیرش می نویسیم. این 3 2 منفی 1 چون ما با چند تایی راحت تر کار میکنیم. میگه آ رو منهای 1 آر آ به اضافه بی یعنی میشه منفی آ به اضافه بی. انگار بی منهای آ بشه. منهای آ ببین چند میشه. اینو در یه منفی ضرب کنیم میشه منفی 3 منهای 2 1. بیمون 3 1 منهای 1 جمعش اولی 0 بعدی منفی 1 آخری هم 0 میشه. پس این به این شکل. حالا اندازه بردار. اندازه آ رادیکاله. این به توان 2 9،
این به توان 2 4، این به توان 2 1 میشه رادیکال 14. اندازه بردار B، این به توان 2 9، این 1 اونم 1 میشه رادیکال 11. اما منفی آی به اضافه B میشه 0 1 0 رادیکال 1 که میشه 1. اینم از این قسمت. بریم قسمت پ و تش رو انجام بدیم. خب آ رو باز به این شکل داده و جمع این دوتا بردار رو خواسته. آمون هست رادیکال 2 ضریب آی جی نداریم، کیمون هم منهای 1. اندازه آ رو هم همینجا به دست میاریم. اندازه آ چی میشه؟ رادیکال 2 به توان 2 2 0 اونم 1 میشه رادیکال 3. این از آ و اندازش. اما بیمون آی نداره، ضریب آی 0، جیمون 3 هست، کیمون 1. پس اندازه بیمون میشه، یا طول بردار بیمون میشه 0 و 9 و 1 میشه رادیکال 10. اون رادیکال 3، این هم رادیکال 10. اما آ به اضافه بی رو هم حساب میکنیم. این دوتا رو با هم نظیر به نظیر جمع کن. رادیکال 2 با 0 میشه خود رادیکال 2، 0 با 3 میشه خود 3، 1 و منهای 1 از بین میرن. خب حالا آ به اضافه بی داره میخواد بگه که اندازه آ به اضافه هیچ ربطی به اندازه آ اندازه بی به اون شکل نداره. حالا یه قضیه کوسینوس اینا داریم ما در موردشون، ولی خواد بگه اینطور نیست که اندازه اینا یهو جمع میشه. یعنی الان حساب کنید این میشه 2، اون میشه 9 میشه رادیکال 11. اون رادیکال 3 هست، این رادیکال 10، این رادیکال 11 هست. و اما آخرین قسمت این سوال و بعد بریم سوال آخرین سوال این ویدیو رو حل کنیم. سوال 4. آمون چه برداریه؟ 5K به اضافه J. آیمون 0، Jمون ضریبش 1، اونم 5. فریب جابجایی اینا رو نخوریم. اندازه آ چقدره؟ میشه 0 و 1 و 25 میشه رادیکال 26. این طول بردار آ. بیمون چه برداریه؟ ضریب آ 1، ضریب آیمون 1، 0، ضریب کیمون هم منفی 1. اندازه بردار بی چقدر میشه؟ رادیکال 1 0 1 میشه رادیکال 2. تک تک اینا رو به توان 2 برسون با هم جمع. خب حالا میگه 1/5 آ به اضافه بی رو حساب کن. 1/5 آ چی میشه؟ اینا یعنی بر 5 تقسیم کنیم میشه 0. 1/5 1 به اضافه بی مونم چنده؟ 1 0 منفی 1. حاصل میشه اولی 1 بعدی 1/5 و آخری هم 0. حالا اندازه این بردار 1/5 آ به اضافه بی، این میشه رادیکال 1 به اضافه 1 25 به اضافه 0 میشه 26 25 که جذرش میشه رادیکال 26 50. اما آخرین سوال این ویدیو و در ویدیو دوم میریم سری دوم آخر تمرینات این درس حل میکنیم. این دیگه سوال از راهنمای معلم. این نقطه رو داده آ با مختصات 3 منهای 2 4. میگه اگه از آ بر ایکس زد عمود کنیم، ایکس زد یعنی وایش چنده؟ 0 و پای عمود را ب بنامیم، مختصات ب کدام است؟ خب بمون میشه 3 0 4. ایکس زد وایش 0 بود.
اگر بر محور ایگرگ ها عمود کنیم و پای قائم را سی بنامیم، مختصات سی کدام است؟ ببینید وقتی که بر محور ایگرگ عمود میشه یعنی ایکس و زدش دیگه صفره. ایکس و زد صفره، فقط میمونه منهای 2. پس سیمون میشه 0 منفی 2 0. حالا میگه طول پاره خط BC را بیابید. پس محور ایگرگ ها حواستون باشه ایکس و زد مساوی با چنده؟ 0. طول BC رو میخواد به دست بیاریم، میشه 3 منهای 0 به توان 2 به اضافه 0 منهای 2 یعنی 0 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 4 منهای 0 به توان 2 میشه 9. 4 با 16 میشه رادیکال 29. اینم از حل این تمرین. سایر تمرین‌ها رو در ویدیو بعد حل میکنیم. موفق باشید.